صلی الله علیه و سلم میفرمایند که للصائم فرحتان یفرحهما، برای روزه‌دار دو لحظه است که اون رو چیکار میکنه؟ خوشحال میکنه. اذا افطر فرح، در وقت افطار. ببینید همیشه سفره های افطار رو به یاد بیارید. در موقع افطار همه خوشحالن. این موقعی که افطار میشه همه خوشحالن، با هم صحبت میکنن، میگن، میخندن. این خوشحالی است. اما خوشحالی حقیقی مسلمان برای این است که الله سبحانه و تعالی بهش توفیق داده که امروز رو روزه بگیره و از این عبادت بزرگ و از این امتحان بزرگ سربلند بیرون بیاد و در نتیجه و اذا لقا ربه فرح بصومه، وقتی که با پروردگار خودش روبرو میشه این بنده در اونجا خوشحال میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اون نعمتهای بزرگی که الله سبحانه و تعالی برای روزدار تهیه کرده. وقتی اون نعمتها رو میبینه، وقتی اون عظمت اون عطای الهی رو میبینه، این انسان چی میشه؟ خوشحال میشه. پس انسان باید در مقابل نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی به ما عطا میکنه اظهار شکرگزاری و خوشحالی بکنه. زندگی مسلمان یک زندگی نیست که دائما عبوسن قمطری را نشسته باشه. بعضی هستن زندگی مسلمان ها رو تبدیل به جهنم کردن. آیا ما روز خوش نداریم؟ آیا مسلمان چرا باید بخنده؟ مسلمان چرا باید خوشحال باشه؟ نه خیر برادر، مسلمان در هر شرایطی باید خوشحال باشه. ما میگیم الحمدلله رب العالمین. و چرا میگیم الحمدلله رب العالمین؟ فقط وقتی که به ما نعمت بده؟ نه خیر. اگر وقتی یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم میگیم الحمدلله علی کل حال، الحمدلله رب العالمین. وقتی ضرر میکنیم، چیز مادی، ضرر مادی به ما میرسه، میگیم الحمدلله. وقتی که نعمتی الله به ما میده میگیم الحمدلله. نعمت مادی میده میگیم الحمدلله. اگر از ما میگیره میگیم الحمدلله. خداوند فرزندی به ما میده میگیم الحمدلله. اگر اون فرزند رو از ما میگیره میگیم الحمدلله. چون مسلمان، انسان مسلمان یک انسانی است که همیشه باید خوشحال باشه، در هر حالتی باید خوشحال باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چرا به ما یاد دادن که باید از غم و اندوه به الله پناه ببریم؟ اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم. بار الله من به تو پناه میبرم از غم و اندوه. چرا؟ چون الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخوان که مسلمان یک انسان حزین و غمگین و اندوهگین باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما میگه که المؤمن امره کله خیر. مؤمن امرش همه چیزش خیر است. اگر ضرری برسید شکرگزاری میکنه، صبر میکنه. پاداش صبر چی است؟ بهشت است. اگر که خوبی بهش رسید شکرگزاری میکنه. پاداش شکرگزاری چی است؟ بهشت است. زندگی ما و شما، حیات ما و شما همه خیر است. زندگی یک مسلمان همش خیر است. پس یک مسلمان نباید انسان غمگین و اندوهگین و محزون باشه. این یکی از درس هایی است که رمضان به ما میده. وقتی که الله نعمتی به شما میده باید خوشحال باشیم. ببینید از صبح تا شب، از شب تا صبح همه زندگی ما سراسر نعمت است. نعمت های عظیم الهی میبخشید. در هر نفس کشیدن ما، به قول سعدی هر نفسی که درون میرود ممد حیات است و چون برون میآید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمتی را شکری واجب. الحمدلله، الحمدلله. این کارو میکنه. همین نفس رفت و دیگه بیرون نیامد، میمیره انسان. اگر بیرون آمد و ما نتونستیم نفس بکشیم میمیره انسان. در همین کرونا دیدیم چقدر انسان ها به خاطر نفس تنگی از دنیا رفتن، چون نمیتونستن نفس بکشن از صبح تا شب. یعنی واقعیتش این است که اگر ما بنده شکرگزار باشیم بر هر نفس کشیدنمون، بگیم الحمدلله، دوباره بیرون میاریم این هوا رو الحمدلله، بعد تبسم بکنیم یا رب لک الحمد، شکرا یا رب، الحمدلله یا رب که تو این نعمتی رو به من دادی که من تونستم نفس بکشم.
کی این کارو میکنه؟ این یکی از درس‌های بزرگی است که انسان باید قدر نعمت‌ها رو بدونه، در مقابل نعمت باید شکرگزاری بکنه از الله سبحانه و تعالی و خوشحال باشه.